سلام. من اومدم بعد از مدتی ویدیو نگرفتن و اومدم این ویدیو رو راجع به موضوعی به نام جدایی عاطفی، کات کردن یا بریکاپ صحبت کنم. این ویدیو اصلا جنبه آموزشی نداره. من قرار نیست به صورت آکادمیک چیزی رو توضیح بدم. حالا من بعد مدتی اومدم ویدیو بگیرم و الان یه هفته تو ذهنم بود که بیام راجع به این صحبت کنم. دقیقا امروز بعد اینجا یه گیلاس میزد که قشنگ نورم از این طرف داره میخوره و به طور واضحی شرایط آزاردهنده قرار گرفتم. به هر حال موضوعی که میخوام صحبت کنم یه موضوعی که خیلی ما دوچارش شدیم. خیلی که البته نمیتونیم بگیم خیلی، هر کی ممکنه تو زندگیش حتی چند بار بریکاپ رو تجربه کرده باشه یا اصلا بعضی تا حالا تجربه نکردن. ولی اون زمانی که خودم داشتم حسش میکردم دنبال منابع فارسی بودم و راستش چیز خاصی پیدا نکردم و بیشتر چیزایی که میدیدم منابع انگلیسی بود که واقعا اینجوری بودم که چرا خب محتوای فارسی اینقدر کمه. و از اونجا که رشته خودم من روانشناسیه، راجع به این موضوع خیلی تحقیق کردم، ولی الان اصلا راجع به چیزایی که تحقیق کردم نمیخوام صحبت کنم. صرفا میخوام همدلی و همدردی کنم، هرچند که این دوتا انگار متفاوته. تو دنیای ما روانشناس ها همدلی درست ترشه. میخوام همدلی کنم به عنوان یک کسی که خودم این دورانو گذرونده بودم و همین که اطرافیانی داشتم که این دورانو گذرونده باشن. خیلی دوران سختی میتونه باشه براتون. یه سریا این عقیده رو دارن که چون کات نکردیم و یه نفر دیگه بامون طرف مقابل بامون کات کرده خیلی برامون آزاردهنده تره و انگار براشون خیلی سخت تره. و حتی من شنیدم بعضیا میگن که ما فقط میخوایم این رابطه درست بشه، میدونم که اشتباهی، میخوام درست بشه که فقط من باشم که کات کنم. و میدونی این خیلی مسئله جالبیه یه جهت که نگاه کنیم. و من خودم به چشم دیدم که دوباره رفتن تو اون رابطه ولی کات نکردن. نمیدونم چی میشه که آدم ها با اینکه میدونن یک رابطه اشتباهه ولی ادامهش میدن. به هر حال این هم قابل احترامه. الان بحث ما اینه که شما توی رابطه بودین و اون رابطه تموم شده و الان دارین زرج میکشین، الان عصبانین، ناراحتین، هر شب گریه میکنین و تمام اینا طبیعیه. چرا طبیعیه؟ به خاطر اینکه شما فکر کنین خیلی ساده یه غذایی رو هر روز میخوردین، بدنتون به اون غذا عادت کرده، بعد این غذا رو میان از شما دور میکنن میذارن پشت اون طرف یه دیوار و شما میدونین اون غذا وجود داره ولی شما نمیتونین بهش دست بزنین. شما هر روز اون غذا رو میخوردین و سطح دوپامین بدنتون همینطور افزایش پیدا میکرده، یهو به حالت نرمال برمیگرده و شما خیزش احساسات مثبت رو تجربه میکنین. از یه طرف سطح کورتیزول، هورمون استرس شما بالا میزنه و این باعث میشه که فکر کنین من باید یه کاری کنم. بدنتون تو حالت جنگ قرار میگیره، انگار یه اتفاقی خیلی وحشتناکی افتاده و خیلی تو این موقعیت همچین توقعی دارن که خب نه رابطه من درست میشه، اصلا کات نشده، اینجوری نیست، این اتفاقا نیفتاده. اون فاز انکار جدایی رو تجربه میکنن و میدونین من خیلی شنیدم که یه سریا میان میگن آره میدونی این که طرفمون با ما کات کرده خیلی دردناکه، به خاطر اینکه به من اینو فهمون که من دوست داشتنی نیستم، من طرد شدم، من پس زده شدم. این میتونه بعد از یک طلاق باشه، بعد از یک جدایی باشه، هر جدایی. میدونین یه مکتب خیلی قشنگ هست به اسم REBT. تو این مکتب درمانگر میخواد به درمانجو بگه که ببین این اتفاقی که برای تو افتاده زیاد مهم نیست، هرچند ممکنه مهم باشه، منظورمون ادامه این جمله است. این اتفاقی که افتاده زیاد ممکنه مهم نباشه، برداشت تو از این اتفاقی که مهمه. فکر کنید یک فردی که طرف مقابلش باش کات کرده میگه که آره من دوست داشتنی نبودم، من خواستنی نبودم، چه احساسهایی رو در ادامه تجربه میکنه، تا اینکه یه فرد دیگه میگه
من دیدم این رو که یه سری افراد اینجوری فکر میکنن. درسته که خیلی ناراحت شدم ولی واقعا به هم نمیخوردیم، تایپامون به هم نمیخورد، بهتر شد ولی خب باید تحمل کنم. حالا احساسی که این دوتا فرد تجربه میکنن چقدر از زمین تا آسمون با هم فرق داره و در ادامه رفتارشون فرق داره و در ادامه این نشون میده تو دراز مدت اونا چه روندی رو پیش میرن. خب کسی که فکر میکنه خواستنی نیست وقتی از جانب معشوقش کنار گذاشته میشه، عزت نفس و اعتماد به نفسش ممکنه وضع اسفناکی به خودش بگیره تا فردی که این فکر رو میکنه ما به هم نخوردیم. و این خیلی قشنگه به نظرم، این که آدم چقدر این ذهنیت میتونه همه چیز رو تغییر بده. واقعیت آیا وجود داره یا اینکه واقعا ساخت ذهن ما؟ یه سری چیزا خب واقعیته. اینو فروید سالها پیش بهش اشاره کرد که این تروما نیست که تعیین میکنه برای فرد چه اتفاقی افتاده، بلکه تفسیر فرد از تروماه. اینکه ما راجع به اتفاق بدی که برامون افتاده چه تفسیری میکنیم خیلی مهمتر از اون چیزیه که اتفاق افتاده. و این به نظر من یه توانایی منحصر به فرد دنیای ذهنه، اینکه چقدر افراد میتونن با این ذهنشون همه چیز رو تغییر بدن، چون این ذهن میتونه رفتار رو پیش بینی کنه. تجربه بریکاپ تجربه خیلی دردناکی میتونه باشه، مخصوصا برای خانوم ها. انگار که خانوم ها تحقیقات نشون داده که علاوه فیزیکی و احساسی احساسات بدتری رو تجربه میکنن تو این دوران. هرچند خانوم ها زودتر ریکاوری میشن و احتمال ریکاوری شدنشون از آقایون بیشتره. اتفاقا این خیلی جالبه، من خودم بارها شنیدم وقتی خودم تو این دوران بودم به هم گفتن که ببین ستاره مثلا فکر نکن که الان اون حالش خوبه تو حالت بده. چیزی که وجود داره اینه که اکثرا اینجورین خانوم ها بعد از بریکاپ گریه میکنن، هر روز تو خونن، حالشون بده. ولی برعکس حتی این همیشه درست نیست. آقایون مثلا مردها اولش پس میزنن، یعنی سعی میکنن ذهن خودشون رو مشغول کنن و یه جور نشون بدن که انگار اتفاقی نیفتاده. ولی خب مثل اینکه تحقیقات نشون میده مردها دیرتر ریکاوری میشن. این به خاطر اینکه زنها با اون غمشون میمونن و یه جمله هست که میگه احساست رو احساس کن، یعنی با غمت شریک شو و حلش کن و بهش تحمل کن. و این ساعات زیادی گریه کردن طبیعیه، مخصوصا تو شبها، چون شبها دقیقا همه جا سکوت میشه و تو توی خودت میری و تازه اون افکار میاد بالا. واقعا تجربه دردناکی واسه هر کسی میتونه باشه، ولی اینو بدونین که یه سری اینا چیزایی هن که آدمایی گفتن که مثلا تجربه داشتن، گفتن بهم که ببین اصلا مهم نیست تو کات کردی یا اون، رابطه باید تموم میشده، زیاد از این ناراحت نباش که من باید اولین کارو میکردم فلان. اینا همه چیزای کلیشه‌ایه که جا افتاده. نه، وقتی رابطه تموم شده و نظر شما تموم شده و کاملا قابل احترامه اگر نظرتون اینجوریه که باید برمیگشت، انقدر دنبال چیزای جزئی نباشین. میدونم سخته، کار سختیه، ولی خودتون سرزنش نکنین. بهترین کاری که میتونید بکنین برای خودتون اینه که ارتباطتون رو با اون فرد اگه واقعا میخواین رابطه تموم بشه قطع کنین. اینجوری باعث میشه که عزت نفستون حفظ بشه. عکساتون رو پاک کنین، راههای ارتباطی رو قطع کنین و از هم مهمتر بشینین و بنویسین. واقعا قدرت نوشتن که میگن واقعا این کلیشه‌ای نیست. وقتی شما مینویسین تازه یه سری چیزا انگار واقعی تر میشه، روی کاغذ میاد، انگار اون افکار مبهمی که داشتین ثبت میشه، مرتب میشه و این خیلی به نظر میتونه کمک کنه. و علاوه بر این کاری بکنید که سطح سروتونینتون رو بالا ببره. شما هر روز این آدم رو میدین و حالتون خوب میشد، حالا هر روز نمیبینینش، بعد تفریحات جایگزینی انجام بدین فقط به خاطر اینکه ترمیم بشین، برای اینکه بتونین احساستون رو احساس کنین. حالا شب که میشه میشینید گریه‌تون رو هم میکنین و این روند یه روندیه که باید طی بشه. یه سری از افراد جالبه که میگن 3 ماه طول میکشه برای مغز تا ریکاوری بشه. من نمیدونم چقدر این درسته. یه سری هم میگن هر مدتی که تو رابطه هستین نصفش میشه مثلا اون زمانی که شما ریکاوری میشین و به حالت نرمال زندگیتون برمیگردین. ولی من نمیدونم چقدر این یافتا درست میتونه باشه. از یه طرفی این وضعیت دردناک رو ما مجبوریم تحمل کنیم،
یعنی این موقعیت ها یه بخش اجتناب ناپذیر زندگی هن. چرا؟ به خاطر اینکه من یه جایی یه برنامه تلویزیونی میدیدم که یکی از برنامه‌های تلویزیونی محبوبم بود. یه منتقد تو اونجا داشت راجع به داستویفسکی حرف میزد و میگفت داستویفسکی آدم‌ها رو به صورت خاکستری میبینه و میگفت همه این جمله کلیشه‌ای رو میدونن که انسان موجودی خاکستریه، ولی هیچکس مفهوم دقیقش رو نمیدونه. این به این معنیه که این سیاه و سفید در هم تنیده شدن و اگه شما بخواین یه بخش سیاه رو بکشین بیرون، ناخواسته بخش سفید، اون قشنگی انسان بودن هم میاد بیرون. و این چقدر قشنگه. یعنی شما اگه بخواین از درد اجتناب کنید، اگه نخواین درد رو حسش کنین، باید از عشق دوری کنین. چون وقتی اون رابطه تموم میشه، وقتی دیگه شما عشق زندگیتون رو نمیبینین، درد رو تجربه میکنین. اگه بخواین درد رو تجربه نکنین، اون عشق زندگیتون رو هیچ وقت نمیبینین و احساس خوبی هم تجربه نمیکنین. به نظر من بریک اپ واقعا مسئله‌ایه که باید بهش پرداخت و خیلی میتونه سرنوشت آدم‌ها رو تعیین کنه، مخصوصا اگر شما جوون باشین. انگار که تمام دیدتون نسبت به عشق، زندگی مشترک، رابطه یه جوری تغییر پیدا میکنه، ولی واقعا اون نکته‌ای که همه چی به تفسیر آدم‌ها برمیگردن رو هیچ وقت نادیده نگیرین. و خوشحال میشم نظرتون رو راجع به این ویدیو بدونم. امیدوارم که تونسته باشم یک کم شما رو آروم کرده باشم. تمام هدف این ویدیو همین بوده و تا ویدیو بعدی.